اعلی حضرت همایون شاهنشاه برای یک ملاقات رسمی در کشور عربستان سعودی شخصاً هواپیمای مخصوص را هدایت فرمودند. در فرودگاه ریاض اعلی حضرت ملک سعود مهیای استقبال از شاهنشاه شدند. شاهنشاه پس از ترک هواپیما مورد استقبال گرم اعلی حضرت ملک سعود قرار گرفتند. پس از نواخته شدن سرود ملی دو کشور، اعلی حضرتین گارد احترام را ساندیدند. دو قائد عظیم الشأن دو کشور بزرگ مسلمان فرودگاه را ترک و با اتومبیل عازم ریاض شدند. در ریاض اعلی حضرتین مورد خوش آمد هزاران نفر از مردم قرار گرفتند.